درود دوستان. این اکثر محلات تاجیکستان کلا به این صورتن که کوچه های باریکی دارن و اینا اینطور که میبینید به هم دیگه راه دارن و من امروز میخوام که برم یکم به سمت بالا و نشون میدم حالا چه اتفاقاتی قراره بیفته. با من همراه باشید. ببینید بالا کوهستانی هستش و خونه ها بالای کوه ساخته شدن، چیزی شبیه ماسوله در ابعاد کوچیک‌تر و یک جای دیگه‌ای که در ایران خیلی معروف، اسمش یادم رفت. حالا میریم اینجا ببینیم چه خبره.